که من چی میگم میاره 4 تا ده بیز بیخی کرد سطل ورس ده غارت غاره گرگ ورس ده دادم شامراد ما برابر نشدی تنزایی که من میگم میسه که این از مادرت میکشم من میفهمی؟ از این بات نامش آدم برش رحم نمیکنم نست نبیره کسرم والا ایسه که چپ و راست اگه بانم کنیاره کلیا کنیا ریک ریک باری بیدر ایسه که شاد ننا در نان خود گیریم عکس ما رو میگیریم شوی خوارتان باشیم شوی زنتان باشیم هم مرده گواه چل وای کستی زنا هر کسی که عکس ما بالا کده می خاندانش سگ و پیشک بدر معامله کنه الهی الهی اینه دیدی که اصلا آدم نشانتان دادم این تو شیر هستم من کنیا تا بکی برای شما رحم کنم برای شما چلوای کل به قرآن به خدا نسل نبیری از یاره ملت نمیشناسم با چلوا سعیفتان نکده کاکترین از این آمد بیادریسه که شاهین صاحب یک نقش بته دختر بیادرش چی بگه یک تکک بته میخواره مخیر رقص بته والا براتون دروغ نمیگو تو فرزانه نازی که برادر گل قنم تو ادا کردی که والا یک دکل عمر خود تو نمو زندگی کاکترین زندگیت بود که پیش ما آمده بودی که با عزت بودی بعد از او در این تیک تاک چی کاران که تو امی گپتا برای ما زدی اوسو استاد میگی اوسو میگی کاکایم از باز ایسو گپ ما پدرت هم مشناختم مادرت هم مشناسم بیادرایت هم مشناسم در کجا امیال زندگی میکنی میفهمم در کدام بلاک است فامیلت یک کم بیادر با خبرت کردیم فرزانه است هم دفعه اگر برای سینماگر گپ زده بودی باز دیگه گلاس خودکونی از منه برای تو نمانده که تو برای سینماگر تو گپ بزنی هر شو تو برادر گلم چی میگی چطیات میگی تو یک خانم وطن امیرنگ است یک آوازخان امیرنگ برخورد میکنه که مردم ما خیلی مرد هستم حالا که در قصه کلت باشم ما خود دو میزنن مرا ناک من باید جواب خود بتم اینجا بچه های میگه که تو بابا غیرت نداری برای بچه های خود نشان بتم که بابه شما هم تو یک شامراد است او دگهش بیدد هر روز دانش کچ او سر چیز ما جور میکنه سر ما فیلم جور میکنه روز تا بگاه برادر یک زمان بیادر ایسه که از جلال آباد تا چیره برادر گل قنم بیادر ایسه که تا مرز پاکستان با قرآن ریک واره بیادر ایسه که کار میزد بعد از او پس میامد سرش کار میزد حال اینجا بیادر این سر ما که دانه رو ببین فقط بگویی که کسافات بیادر ایسه که منطقه ورس او سر ما گپ میزنه با قرآن گپانمته مسلمان میفهمی آنه تو دانه تسه که قواره تسه که تو هر گپ تیلا بیادر مثل باد زمین دواره میبرای از پیشت